دلچینی یا خوندنه بخونم. چیزی با سنمی تو با بزم ماشمی تو دلم در قدمی تو کم ما کرمی تو چیزی با سنمی تو با بزم ماشمی تو دلم در قدمی تو کم ما کرمی تو توتی با گلستانی تو پر میریزه از لاله لبت قند و عسل میریزه توتی با گلستانی تو پر میریزه از لاله لبت قند و عسل میریزه تو خود شکری لاله لبانت شکره از لاله لبت قند و عسل میریزه چیزی مستنمی تو و بزم ماشمی تو دلم در قدمی تو کم ما کرمی تو چیزی مستنمی تو و بزم ماشمی تو دلم در قدمی تو کم ما کرمی تو پایزی بی تلاره تو با پا میبندی چیه ننه؟ ننه؟ چیه؟ همسایه مزاحمت میکنه؟ بد میکنه؟ بخیدر چی نمیشی بستو؟ چی میگه از کی؟ برای تو که گوشی خونه رو پول انداختم هردم زنگ میزنه هرچی میگم زنگ نزن به من مدر گیلم الو ای خاله گوشی من مدر خود پول انداخته کردنگ انداخته گوشی من خاله تو شرم عیادهی مدر من بجام پیارتونه تو چرا گوشی من پول انداختی چیزه تو اگه میگه بدر سراخو بستگر نمیام نه پشتتون میکنم آمدنیم باشم نمیام میام نه چی میگه صبر کنیم الان من میرم خودی رو کم میدونم دل چینی گوشی مدر من بده کرد چیز خود من بگفتم بشو صبر کن تو تو شرم خجالت نداری ها؟ بله سلام علیکم خاله منده باشین همین بچه شما خاله چی حق داره که بیامده گوشی مادر من زنگ میزنه مزاحمت با مادر من میکنه ها شرم عیانه دارین شما چی رقمه با خدا پوست شما میکنه من خاله اگه دیگه به گوشی مادر من زنگ زنه بچه شما بچه خود آدم تربیه میده این اگه به شیر خوش کلون کردیم شیر سینی خود به زود نابعیل کنیم چی حق داره میایه دیگه زنگ میزنه الو خاله مردی بیا مردی بگو بیری شو بابا به خدا پست شما میکنم من با مادر ما مزاحمت میکنه الو نگاه الو چی گپه تو چلی مزاحمت با مادر ما میکنه چی گپه تو چرا مادر مزاحمت میکنه
تو چرا مادرم زنگ میزنی به گوشم؟ به کی زنگ زدم؟ با مادرمه. نه بخور بگو نه بخور بگو. تو بعد بیا بیشو. بیا. پرتایدی مشکل بیا. چی گپه؟ بیشو مرد بیشو. خود گپ بخور بگو سرگی. بیشو مرد اصلا خود. تو خجالت نمیکشی مادرم من به جام پیار کنه. چی گپ بخور بگو. مادرم کرده دی نقطه به تا گوشی خود. آما کرده چی؟ چی؟ گپ بخور عدل بگو. چرا به مادرم اپره رو تا زنگ میزنی؟ من زنگ میزنم. کی مادرم زنگ میزنه؟ حل گازه. عباس مادرم به جام مادر تونه. به جام پیار زنگ کنه. نزدم گیلم میگم زنگ نزدم. تو استادم. مادرم عمال برو مثلا گوشی بیارم. زنگ میزنی مادر. کردیت کی نقطه؟ کی؟ کردیت. مادرم. یاره بیاغلی. چرا؟ تو گیلک بیاغلی. تو چه کاره میای درس رو بر میزنی؟ میزنی چرا تو به مادرم مزاحمت میکنی هر دم زنگ ما میزنی؟ مادر تو مزاحمت نکنیم گیلک بعد تلفن از جان سل داره. کار خوبی نیه. ما گوشی دارم که مادر تو مزاحمت کنم. نه کرده که نقطه مادرم. لا حول ولا. ما کردیت انداختم. نه. و کی؟ کی نقطه مادرم میگم همسایه. همسایه. برو گیلک جو برو. تو نبودی؟ های گیلک. تو می همسایه خود حالت میکنی کردیت انداختی. ما دیکندارو که کردیت بندازم. این قلبه شده. نه برو گیلک برو. تو ننداختی؟ برو که تو رو اینجا سیالت میکن بیای سوال خواهدی نمیکنی آدم سیالت میکنی آدم دیکندار هم باشه کرده تا کجا میاره ها؟ برو مدار خالی بپرسک برو تو زنگ نزدی نزایم نشدی های؟ من مزاحم میشم ببخش باش. مدار تا خوب جا مدار منه خب مادرم میگم همسایه به چی میخوام؟ همسایه خب من یک همسایه تونو نه. خوب دیگه یار گیله خوب واقعا که تو تخته کم داری برو دیگه البته این سرایه. برو عدل سوال خب پرسان که مردم دیگه سیالت نکن مادرم چی میفهمه اون بیچاره دیشب نون خورده نمیفهمه چی بابا توی چی نگفت درس رو دیگه بره تو یه چپا میکنه مغز بزنه تو دن تو داغه بله من مثل که فرسل آورده مرگت باد آورده من اول اگر دقیقه من مثل تو 10 تا چپا میکنم اینجا سلط میکنم به زیادن چیزی هم گفته نمیتونه سوال خور نمیپرسه این تخته کم یه هست میای مردم سی علت بکنه تو نباشی و نباشه کی نه دیگه پیار منم به مادر من مزاحم میشه منو سلام علیکم چطور گوگیلر خربتی در میزنی خربتی در میزنی خربتی در میزنی خربتی در میزنی شدی تو خربتی در میزنی چرا تو زنگ میزنی با مادر من دیونه تو چی بله مرد دیونه تو اول گوش نشدی نه گوش مثل تو 10 تا مامال باشه چرا خور بخن مردم میندازی بخن مردم چه نه با خدا بگیر تو رو سر علت نکنم تو خجالت نمیکشی نورالله تو خجالت نمیکشی مثلا ما و شما یک جایه ای برو مادر تو مادر منه تو چرا دیگه پار میزنی تو مادر من گوشی و زنگ آمده میگم این همسایه که کرده که نختم تا گوشی خو زنگ اومده حتما برای کار داشته تو میدن سر همسایه خود تک تک میکنی چی همسایه چی کردنی که با مادر من کار داری تو خجالت نمیکشی مادر من تو دیوانه شدی چی بلایی تو چرا زنگ میزنی آدم اپره رو نه من میفهم گوش نشدی باز خود خونه بخوام مفتل عجب کش نشدی عجب مردمی هم با قرآن امروز من از کار تعطیل کردم بیام در کنجگاه استراحت کن تو قصر که من دیونه شدم انگار بیاز تو دیونی دیگه من همسایه هم میفهم که تو دیونه تو چرا به مادر من زنگ میزنی گیلک من کار ندارم تو کردی زنگ زدم برو مدار کردی ننداختی به تا گوشی مادر من دکندارم من چه کاری بابا من دکندار من از امروز مثلا کار رفتم کار بگیر نموده بیام به خونه استراحت کن تخ بیا که تو کار دارم تو چی میای از من بعد دیگه خیال کردم تو دکون گرفتی تماله برو اون دکون ساعت کوچه اونجا عجب مردمی هم به قرآن کی تو نمیفهمی که من چی میفهمم من نه تو نمیفهمی که کی کردیت مندازه به تا برو از گوشی مادر خوب گفت گیلک مادر من میگم همسایه تو همسایه مونی کدوم همسایه بوده کدوم همسایه همسایه کار تیرسالی از کجا آورده بیشتر سلی نه کرده که انداخته به تا گوشی ما همسایه انداخته آه
برو از مدار خوب برس. مدار میگفتم همسایه. نه ما حتما اصلا به جانی مردم رو سر علت نگو. برو چت مردم هم اینا واقعا هم دیوانی تو. برو دیگه سعی نکن دیگه تو میگم. دار بده ما آواز نفهمیدم. ولی گو پایین خیلی شکر نگم این برو خوب بفهمونی چرا خیریته؟ چیکار شده؟ خیریته از خیریت به زو بره میاد درس رو مردم تیک تیک میکنه بیرون میشه برسه علت میکنی کار خوبیه. کیر زده تو؟ من چرا؟ من چون درس رو وای فون گپ میزد بوق میزد من گفتم کینه اکسترا بوق میزد گفتم کینه یک دم بیرون شدم که میبینم که یک دم بوشکا به دست بوشکا کلون مرسی علت که شونی بیار شما نگاه کنین. نه گفت چرا طور میزنه همین تو خود بخود من چون لالا ما کم بیرون سر کلمه سر ما شونه ما دست پام نرم نول کرد میگه که با گوشی مدار ما کردیت انداختی مزاحمت کردی اصلا گپای فایده نمیشد مردم سی علت میکنه گپ خود کنه بیا درس مردم گوشی مدار میگه کردیت انداختی ها آه نه کردیت انداختی مزاحمت میکنی بخشش باشه اون نمیفهمه شاید یک گپی بوده دیگه معذرت خیر باشه لعنت گلگی سال 12 مردم سی من علت با میکنم خنال خود یا گپ میزنم شما خیر از دیگه مشکلات داره با هم همسایه مزاحمت نکنه می خود گله چیکار کنم خیر بخشش باشه من معذرت خواهی میکنم از طرف از او کنه نمیفهمه دیگه چیکار کنم دست من حال بیانه کمی شونی خود شما نشون دو نرم شدی نه شدم سر علت کردم خیر باشه حالا چیکار کنم خدا سال به 12 ما میته بالاخره خودی از گلاویزم من نمیفهمم باش با خونه برو ما خودی گپ میزنم بخشش باشه برو سلام علیکم و علیکم همتون جان خوبین بلا خیریت بخیر میگم ما با گله کرده آمدم برو پیش شما از شما توقعی نداشتم چرا برو توقع چی هر روز بودار میبینم بعد بود داد کن شما کارت ارسالی به گوشی زده بوده اپره رو یک سر به گوشی زنگ میاد که میگم همین همسایه حالا گیلک بیرون شده امروز در سرا همسایه ها من نبودم خودی هم جنجال کرده مادر میگفته بود همسایه حالا که ما آمدم از خود کردم میگم دکون شما کارت ارسالی انداختم پره رو پشت سرم از دکون شما از شماره ها شما زنگ میاد که گفتم فلانیه ما دیگه شما دیگه یعنی به نظر شما ما با تمام محله که با مادر شما کارت ارسالی رای میکنه تمام می حق همسایه میاد پیش ما کارت میبره تا به حال ما شکر به یک شخص مزاحمت نکردم. کجا همین شاگرد شما پس کجا؟ شاگرد ما با مکتب. گوشی داره؟ نه همین گوشی ما بده کنه گاهی وقتا. خب بعد همین گوشی شما نه بالاخره زنگ میاد اپره رو 100 بار میگم زنگ اومده برای ما. من خبر نداشتم پیشتر برای ما بگفتم. یعنی شما پیش خود فکر کردین که شاید امیر رمضان میکاره. همین شماره شما وقت برو گفته برو همین گوشی ما گفتش اسکینه دیگه. هم شماره که گفته که اسکینه. خب شماره یار شاید شاگرد ما مزاحمت کرده باشه شاگرد خب بفهمونیم برو این کارا خوبیت نداره مزاحمت بازم شما ببخشین لالای تو ما خب ایتو قبول کنیم من از خود شما معلومه دیگه ما از حال اینیه که اینجا دکون داریم 12 سال شده تا بالا کسی نماده بگه میرم از من برو رانی به رومی آمدم من به سر صدا نکردم خودشون خب باشه کسی هم خبر نشد به کسی هم هیچی نگفتم شاگرد ما کمی نافهم‌تره شما بابا شماره شما بوده من تا من به سر شما اطمینان دارم شاگرد خود بفهمم همین گوشی ما گاهی وقتا اینجا گذشته کارت ارسالی دای میکنه حتما یک اشتباهی بکرده شما بابا یک بار کاش که زنگ بابا بکنین 20 بار زنگ زد خب باشه مکتب بیای مور میفهمونم اگه گیلک به اینجا میاد برو ریزی میکرد خود شما خب که به اینجا نفهمیده بوده که بیای گفته بودم همسایه در سرا به سرا در سرا همسایه رفته بوده بریم لالا مقصد کمک که مراد کنیم این کارا سلامت خوب اما شاگرد خود میفهمم خیر بیا کلگا که تو بگوشه تو حتما با مادر از این مزاحمت کردی اگه مزاحمت نمیکردی همسایه نمیامد باش که بیای من تو رو که یک گوشه و نخی بکنم که دیگه این کارا نکنم